نوار تیپ خوب نوار تیپیه که وقتی میکشیش تغییر رنگ نده. سلام دوستان، امروز میخوام نوار تیپ بغل دوخت فوکا رو بهتون معرفی کنم. نوار تیپ بغل دوخت فوکا یه نوار تیپ با کیفیته که اخیراً تو بازار اومده و تونسته محبوبیت خیلی زیادی بین کشاورزا ایجاد بکنه. دو تا سایز تولید میشه، سایز 16 و 20 میلیمتر. عرف 16 میلیمتره. اگر 20 میلیمتر رو بخواید باید به صورت سفارشی درخواست بدین. 3 تا ضخامت داره و 3 تا وزن که ضخامت 120 میکرونش همون وزن 8 تا 8.5 کیلوگرمه و معمولاً برای کشت‌های پاییزی استفاده میشه که قرار نیست که نوار تیپ زیاد توی زمین پهن باشه یا در معرض تابش آفتاب باشه، و ضخامت 150 میکرونش یا وزن 9 تا 9.5 کیلوگرمش که وزنی که استاندارد معمولا کشاورزا میبرن و استفاده میکنن و برای اکثر کشت‌ها جواب میده. و اگر هم کشت‌های زیر نایلون میخواین استفاده بکنین پیشنهاد میشه از وزن 10 تا 10.5 کیلوگرم استفاده بکنین. فرمینگی که برای این نوار تیپ انتخاب شده دارای 10 تا ورودی و 5 تا خروجی و فاصله بینشون یک فرمینگ مستطیل شکل ایجاد شده برای اینکه فشار آب رو بشونه و در نهایت آبی که داره از نوار تیپ خارج میشه با فشار 0 بار خارج بشه و در همون نقطه پای گیاه ریخته بشه. این نوار تیپ توی 3 تا فاصله تولید میشه، فاصله 10 سانت، 20 سانت و 30 سانت. فواصل 10 سانت و 30 سانتش در دبی های 1.8 تا 3 لیتر در ساعت وجود داره که عمدتاً 3 لیترش رو برای فاصله 30 سانت استفاده میکنن و برای فاصله 10 سانتی از دبی های پایینتر مثل 1.8 و 2 لیتر در ساعت استفاده میشه و در فاصله 20 سانتیش هم از دبی 1.6 و 4 لیتر در ساعت موجوده که دبی های 3 لیتر و 4 لیترش به صورت عرف داره استفاده میشه. و اما مهمترین ویژگی درباره این محصول قیمت اقتصادی در کنار کیفیت بالاست، در حدی که شرکت فوکا این محصول رو یک فصل به صورت واقعی ضمانت کرده و شما میتونید این محصول رو توی سایت میرابسازه پیدا کنید.